جهانی که ما در آن زندگی می کنیم سراسر همه پیچیدگی و اسرار است و انسان نیز خود پیچیده ترین جزء این جهان می باشد. بیدرنگ ابتدا باید پیش از هر چیز خود را بشناسیم و سؤال این است: من کیستم؟ انسان در طول زمان از تولد تا مرگ تغییر می کند. سلول های قدیمی می میرند و سلول های جدید جایگزین می شوند، ولی علیرغم تغییر جسم مادی انسان دارای یک هویت و شخصیت ثابت می باشد که تغییر نمی کند و این یعنی باید چیزی در وجود انسان باشد که غیر جسمانی بوده و بر اساس آن شخصیت اصلی حفظ می شود. به محیط پیرامون خود نگاه کنید. آنچه که می بینید یا جامد است و بی جان و یا جاندار است و دارای حیات. سؤال این است: منشأ حیات در جانوران چیست؟ تفاوت خودرو، صخره و درخت که جامد هستند با انسان و سایر جانوران در چیست؟ منشأ حرکت، احساسات و حیات چیست؟ اگر مغز منشأ کنترل بدن است، پس منشأ کنترل مغز چیست؟ در حین مرگ چه چیزی از بدن جدا می شود که از آن جز جسمی بی جان باقی نمی ماند؟ خودرویی در حال حرکت و یا رایانه‌ای در حال پردازش را تصور کنید. منشأ فعالیت آنها را در خارج از آنان و انسانی که آنان را هدایت می کنند می یابید. به همین شکل پاسخ منشأ حیات، احساسات و فعالیت بدن را باید در خارج از جسم جستجو نمود. خوابهای صادقانه به خوابهایی گفته می شود که فرد از طریق آنها از آینده مطلع می شود و یا حتی دقیقاً عین همان واقعه را در بیداری می بیند و این در حالی است که جسم در یک مکان قرار دارد و حواس پنجگانه تعطیل می شوند و این نشان می دهد چیزی به جز جسم ما این خبر را دریافت نموده است. تمام این موارد نشان می دهد که چیزی ماورای این جسم مادی در ما وجود دارد. مغز از مجموعه سلول هایی ساخته شده است و این سلول ها از مولکول های پروتئین، لیپیدها و کربوهیدرات ها و این مولکول ها از ذراتی به نام اتم ساخته شده است. اتم ها فاقد قدرت ادراک و شعور هستند و سؤال این است: چگونه مغزی که در نهایت از ذراتی فاقد درک و شعور ساخته شده است می تواند به ما شعور، درک، آگاهی و احساس ببخشد؟ چگونه مغز می فهمد که باید اکنون ایثار و از خودگذشتگی کند؟ از کجا مغز، سلول ها و اتم های فیزیکی می فهمند که باید احترام بگذارند و عشق بورزند؟ اینها مفاهیمی هستند که نمی توان جواب آنها را در سلول ها و اتم های مغز یافت. BBC طی مقاله اینگونه اظهار داشت: انسان هنوز به صورت دقیق نمی‌داند که چگونه مغز مادی که بیکم و کاست از ذرات فیزیکی ساخته شده می‌تواند خاستگاه آگاهی و تجربیات ذهنی باشد. این همان پرسشی است که دیوید چالمرز، فیلسوف ذهن، آن را مسئله دشوار آگاهی می‌نامد. BBC در ادامه می‌نویسد: به تعبیر سوزان بلکمور، نویسنده روانشناس بریتانیایی، هیچ جای واحدی وجود ندارد که تصمیم‌ها از آنجا صادر شوند. دانشمندان دانشگاه کمبریج در این خصوص اینگونه اعلام کردند: این بدان معنا نیست که ما علاقمند هستیم وجود روح جاودان را اثبات کنیم و یا از آموزه‌های دینی دفاع کنیم، بلکه ما به این ایده علاقمند هستیم که وقتی سخن از درک ذهن و هوش می شود، دیگر این دیدگاه که مغز می تواند همه چیز را توضیح دهد کار نمی کند. این بدین معناست که دانشمندان دانشگاه کمبریج علیرغم تمایل به اثبات روح
به ناچار پذیرفته اند که آگاهی و هوش انسان فراتر از مغز اوست. این اعتراف همان سخن ماست که بیان کردیم که برای یافتن پاسخ خود باید جواب را در خارج از جسم بیابیم. ریچارد داوکینز طی مصاحبه‌ای که با جان هورگان از سایت ساینتیفیک امریکن منتشر شد از فراتر بودن هوش از مغز انسان‌ها سخن می‌گوید. سایت علمی سایکولوژی تودی طی مقاله‌ای اظهار داشت که حیات، هوش و آگاهی انسان فراتر از سلول‌های مادی مغز است. این سایت اظهار می‌دارد مهم نیست که چقدر دانشمندان درباره فرایندهای عصبی یاد بگیرند، آنها هیچگاه نخواهند توانست توضیح دهند که چرا این پردازش‌ها یا فرایندهای عصبی با تجربیات درونی همراه است. انتشارات کوارتز مقاله‌ای منتشر نمود که بر اساس آن بیش از 40 دانشمند شامل فیزیکدانان، دانشمندان علوم اعصاب، جامعه شناسان و انسان شناسان با ارائه دیدگاه‌های خود اعلام کردند که ذهن انسان‌ها فراتر از مغز و بدن آنهاست. در این مقاله این چنین آمده است: شکی نیست که مغز نقش بسیار مهمی بازی می‌کند، اما ذهن ما نمی‌تواند به آنچه درون جمجمه یا حتی بدن ماست محدود باشد. طبق تبیین و توضیحی که پروفسور دانیل سیگل، استاد روانپزشکی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس مطرح کرده است، او اولین بار این تبیین از ذهن را بیش از 2 دهه پیش در جلسه‌ای با حضور 40 دانشمند از جمله فیزیکدانان، دانشمندان علوم اعصاب، جامعه شناسان و انسان شناسان مطرح کرد. آنها بعد از بحث فراوان تصمیم گرفتند که یکی از مؤلفه‌های اصلی ذهن، فرایند سازماندهی کننده که جریان انرژی و اطلاعات را در درون و همچنین در میان ما تنظیم می کند، اولین عنصر شوکه کننده از این تعریف است که ذهن ما فراتر از جسم فیزیکی ماست. با توجه به تحقیقات دانشمندان فیزیک و پزشکی و مقالات علمی به این نتیجه می رسیم که هوش و آگاهی انسان فراتر از جسم مادی و سلولهای مغزی اوست و در نتیجه باید به امری غیر مادی وابسته باشد و تحت کنترل آن بوده که این همان روح می باشد.